سلام به تو همراه دوست داشتنی یه فیلم ممنوعه. فیلم رویوندا گرورسون درباره یه دختر پسر که خواب میبینن با هم دیگه ازدواج کردن و بعدش اتفاقاتی در دنیای واقعی براشون رخ میده. اگه میخوای ببینی در ادامه چی پیش میاد تا انتها فیلمو با من همراه باش. در ابتدای فیلم پلین و دوستش رو میبینیم که توی شرکت تجربیات مجالس کار میکنن. این طرف انگین رو میبینیم، یه پسری که شرکت ساختمان سازی داره و خیلی پول داره. اینم دوست دختر جذابشه. موقعی که دارن میرن سر کار، دوست پلین میگه من خیلی ازدواجیم ولی هیچکی به تورم نمیخوره. تو رو خدا بیا چند تا عکس ازم بگیر بذارم توی اینستام، بلکه یه کیس خوب برام جور شد که اگه اینجوری یه پسر خوب جور شد نشد خدا شاهد، موهامو بلند خرابی میکنم، 2 تا لنز یخی هم میخرم، میافتم به جون پسرای مردم. انگینم با لکسوس جذابش به همراه دوستش داره میره سر کار که دوستش میگه چه خبر از دوست دخترت، کجاست؟ نیست، دیده نمیشه. انگین میگه دارم باش کات میکنم چون سوالی ازم پرسید که نباید. دوستش میگه همون سوال معروفو میگی که آخرین رابطه قراره به کجا ختم شه؟ انگین میگه آره، من نمیدونم این دخترا چرا همش دنبال تهشن. بی معنی البته. پلین و دوستش هم که دارن با اتوبوس میرن به محل کارشون میگن این همه دختر پسر اومدن تشریفات ما، عروس دومادشون کردیم، اون وقت خودمون باید مثل کوزه‌گر از کوزه شکسته آب بخوریم. سینگل به تمام معنایی. دوست پلین میگه اگه خدا بهم شوهر نمیده لااقل دوست معمولی هم نه، دیگه دوست پسر چیزی بده، چون دیگه نمیخوام دوست معمولی کسی باشم، میخوام اونی باشم که قبل دیدنم شیرموز و آناناس میخورن. موقعی که میرسن رئیسشون که خیلی هم بد اخلاقی میاد بهشون میگه شما همیشه تأخیری میزنید، انقدر دیر میایید، به جان خودم امسال هم عاشورا تاسوعا هم نیمه شعبان هم 5 روز اول عید شیفت میذارمتون. انگینم که میاد شرکتش یه منشی داره که همیشه برنامه کاریشو براش میگه. وارد اتاقش که میشه میبینه دوست دخترش اونجاست. دوست پلینم بهش میگه بیا امروز بعد کار بریم یه رستوران لاکچری، بلکه اونجا بتونیم یه کیس خوب تور بزنیم. تو رو خدا قبول کن. نگو نمیام، نگو نمیام. شب میرم به یه رستوران بسیار لاکچری. انگین و دوستش هم از غذا اونجا هستن با 2 تا دافی که انگین علاقه زیادی به آشپزی داره و رستورانم برای یکی از دوستاشه. آشپزم که رفیق صمیمیشه، خودش پا میشه بره یه چیزی درست کنه برای مهموناش. پلین و دوستش هم از شانس بعد 2 تا پیرمرد به تورشون میخوره که اینا میخوان از دست این 2 تا فرار کنن. به یه بهونه میرن داخل آشپزخونه که از اونجا از در پشتی بزنن بیرون. سرآشپز رستورانم که از دوستای انگینه میگه داداش تو قرار بوده از 10 سال پیش رستوران افتتاح کنی، منم اونجا کار کنم، کی میخوای این رستورانو بزنی؟ بین صحبتشون این 2 تا وارد آشپزخونه میشن و پلین و انگین در یک نگاه و اون 2 تای دیگه در نگاه دیگر عاشق هم میشن. صبح روز بعد که انگین بیدار میشه فکر میکنه دوست دخترش کنارشه، ولی دختری کسی نیست جز پلین. پلین میگه منو چجوری آوردی اینجا، چیز خورم کردی؟ نگاه به دستش میندازه میبینه یه حلقه ازدواج دستشه. یه حلقه ازدواج هم دست انگینه که جفتشون از این بابت متعجب شدن. همون موقعی که در میزنه یکی از همسایه‌هاشونه که براشون خرید انجام میده و آورده دم در. انگین میگه داداش مطمئنی من اینجا زندگی میکنم، منو میشناسی، اصلا اینجا خونه منه؟ یارو میگه آقای انگین این چه حرفیه، شما چند سال اینجا داری زندگی میکنی؟ میان اینستاگرامشون رو چک میکنن میبینن کلی عکس 2 نفره با هم دیگه دارن و انگار اینا خیلی وقته که ازدواج کردن. همون لحظه مادر پلین زنگ میزنه و پلین میذاره رو اسپیکر. از مامانش میپرسه مامان جان یه سوال دارم راستشو بگو، من ازدواج کردم. مادر میگه مادر جان این چه سوالیه، زده به سرت، دیوانه شدی؟ 1000 بار بهت گفتم از موتوری جنس نگیر. بعد تماس تلفنی انگین میبینه که یه گچ اونجاست و پاشم که نگاه میکنه میفهمه که قبلا انگار تصادف کرده. تو آشپزخونه انگین میگه من چرا باید با تو ازدواج کرده باشم؟ پلین میگه غلط نکن بابا، من اصلا ازدواجی نبودم، از خودت هم باشه با هم ازدواج کردی. بعدش من اگه شانس داشتم اسممو میذاشتن شمسی خانم نه پلین. خدا میدونه پیش چند تا دعانویس رفتی که تونستی بله رو ازم بگیری. وسط جر و بحث دوستش زنگ میزنه میگه کجایی، چرا نمیای سر کار؟ دم در همسایه‌شون میگه پلین خانم سوئیچ ماشینی که داده بودی ببرم کارواش خدمت شما. دختر میگه مگه من ماشین داشتم؟ میگه آره این طلایه مال شماست دیگه، یادت رفته؟ پلین که با ماشین میره پسر تعجب میکنه میگه خب ماشین من کو همسایه جان؟ میگه ماشینتون همین، این دوچرخه ماشین تو، بفرما. پلین که میرسه دفتر کارش میبینه رئیسش اومده پیشش و میگه خانم شما چای میل دارید یا قهوه؟ پلین اونجا متوجه میشه که شرکت مال خودشه و دوستش بهش توضیح میده که شما خیلی وقت پیش اینجا رو خریدی، اینم اتاق کارته. انگین میره شرکت به منشیش میگه لیست کاری امروز رو بیار. منشی میگه آقای انگین جان شما خیلی وقت اینجا رو فروختی یا؟ وارد اتاق رئیس که میشه میبینه دوست صمیمی شرکت رو خریده. در همون لحظه میبینه دوست دخترش هم اونجاست و یه حلقه دستشه. میگه با کی ازدواج کردی؟ دوست دخترش میگه با شوهر عزیزم، یعنی رفیق انگین. انگین میگه هم شرکتم قاپیدی هم دوست دخترمو، از این لحظه هر چی بین من و تو بود دیگه به هم خورد. رفیقش میگه ببین اگه چیزی بین ما به هم خورده فقط استکان بوده،
اونم واسه سلامتیت. بعدش هم خودت از وقتی با پلین زنت آشنا شدی گفتی میخوام شرکت رو بفروشم، رستوران بزنم، خودت گفتی بیا شرکت ازم بخر. آدرس رستوران رو میگیره میره اونجا، میبینه با همون دوست سرآشپزش یه رستوران تأسیس کردن. با زنش قرار میذاره. پلین بهش میگه یه تشکر بهت بدهکارم چون شرکتمو انگار تو برام خریدی. انگین میگه وای خدا من چه اسکلیم، شرکت میلیون دلاری رو فروختم اومدم تشریفات مسخره شما رو خریدم، همین الان باید بریم پیش یه تراپیستی چیزی که مشکل ما رو برطرف کنه. میرن پیش تراپیست، بهش میگن آخرین چیزی که یادمونه اینه که توی رستوران همدیگه رو دیدیم، وقتی که صبح بیدار شدیم دیدیم زن و شوهریم، هیچی یادمون نمیاد. روانشناس میگه خب بهتر همدیگه رو بشناسید، شما که قبلا تونستید یه بار عاشق هم بشید دوباره هم حتما میتونید، اتفاقا خیلی هم باحال‌تر اینجوری. موقعی که میام بیرون دختره میگه من یه دفترچه خاطرات دارم، هر کاری انجام میدم اونجا مینویسم، بیا بریم ببینیم این مدت با هم دیگه چه کارایی انجام دادیم، دوباره همون کارا رو انجام بدیم، بلکه از خواب بیدار شیم یا دوباره عاشق هم شیم. توی دفترچه خاطرات نوشته که اولین بار رفتن به اون سینما و توی سینما برای اولین بار پسر دست پلینو میگیره. تا میخواد پسر دوباره دست پلینو بگیره، پلین میگه هوش چیکار میکنی؟ شلوار راه بابام تو خونه این حجم از راحتی تو رو نداره. اینجا نوشتم که با مهربونی و آرامش دستمو گرفتی، نه یهویی این وحشیا. انگی میگه برو بابا، من از اوناش نیستم که واسه یه دست گرفتن ساده بخوام از هفخان رستم بگذرم. پلین عصبانی میشه، میگه من باهات حاضر نیستم حتی کاردستی بسازم، موندم چجوری باهات زندگیمو ساختم. توی دفتر خاطرات نوشته که برای دومین بار کنار ساحل همدیگر دیدن، میرن به همون مکان و برای اولین بار انگار اونجا رقصیدن. تا میخوان اونجا برقصن، یکم که غر میدن دو تا مرد اونور نشستن، میگه آی چه خبرتونه، اینجا خانواده نشسته ها. مرد پا میشه به انگین میگه من از بچهای ستاد امر به معروفم، توجه نکنی به تذکر لسانیم، لسانمو میکنم تو تذکر تا دسته. این چنین با پرت شدن توی آب جواب تذکر لسانیشونو میگیرن. شب که میان خونه، خانواده و دوستاشون برای سالگرد ازدواج سورپرایزشون میکنن. انگین برای اولین بار پدرزن و مادرزنشو میبینه. تو آشپزخونه پلین میپرسه مامان بابای تو کجان؟ انگین میگه مامانم که فوت شده، با پدرم هم رابطه‌ای ندارم. مادرزن انگین بهش میگه شنیدیم برای خواستگاری از دخترمون یه شعر آماده کرده بودی، تو رو خدا اون شعر رو بعد چند سال بیا بخون برامون. انگین مجبور میشه شعر رو بخونه. حالا شعر چی بوده؟ این گفتم غم تو دارم، گفتا درک دوباره، گفتم ز مهر ورزان رسم ادب بیاموز، گفتا بشین بینیم با بد ریخت بد قواره، گفتم دوچار عشقم، گفتا به تخم مرغم، گفتم که زیر پایم لکسوس آبی دارم، وانگه بگفت عجیجم عشقم آره آره. و اینجوری بود که بله رو ازش گرفتم. تا شعرش تموم میشه یه نفر در میزنه. در رو که باز میکنه انگین میبینه پدرشه و بعد سالها با هم دیگه آشتی میکنن. مهمونا که میرن پدر انگین بهش میگه تو رو خدا قدر این دختر رو بدون که تنها کسی بود که موقعی که تصادف کردی 24 بالا سرت بود و همیشه همه جوره ازت مراقبت میکرد، زندگی تو مدیون این دختری. بعد این صحبت با پدرش میاد به پلین میگه ببین من با بابام رابطم قطع شده بود چون یه زمانی مادرم سرطان داشت و من نمیتونستم اون شرایطش رو ببینم، بنابراین خودمو درگیر کار کردم، از خانواده‌ام دوری کردم تا اینجوری بتونم یه مقدار تحمل کنم این اوضاع رو. در حد غرق کار شدم که روز تشییع جنازه مادرم نتونستم برم به مراسمش و همین موضوع باعث شد که پدرم منو عاق کنه. چون بابای انگین مهمون ایناست مجبور میشن توی اتاق بخوابن. دختری میگه دست از پا خطا نمی‌کنی، به اندازه 2 تا گوسفند باید بینمون فاصله باشه. انگینم مثل همه پسرا میگه من که به خودم مطمئنم، خیالت راحت. صبحش که بیدار میشن میبینن یا حضرت مریم شکم زنه اومده جلو و یه بچه 9 ماه تو شکمشه. میگه این از کجا اومده؟ پلی میگه دیشب چقدر بهت گفتم توی تخت نخوابیم، بفرما اینم نتیجهش. انگی میگه اولا دیشب بهت دست نزدم، دوما اینی که تو داری بچه یه روزه نیست که یه بچه 9 ماه هست. والا تو سریالای صدا و سیما که طرف با گرد افشانی حامله میشه توی یه شب بچه 9 ماه نمیزاد که تو الان داری میزایی. این سوری که چک میکنن کلی عکس از دوران بارداری میبینن، میفهمن که اون شب که خوابیدن باز حافظه‌شون پاک شده. میان طبقه پایین میبینن برای بچه‌م اتاق درست کردن. انگی میگه باورم نمیشه که حتی بهت دست نزدم بعد الان قرار بچه بیاری. پلی میگه دست نزدی شده این، اگه دست میزدی که الان اینجا پر بچه بود. میرن بیرون. پلی میگه توی دفترچه خاطراتمون نوشته که تو همیشه خشن دوست داشتی ولی متاسفانه تو 11 ثانیه نمیتونستی هیچ کار خشونت‌آمیزی انجام بدی. الهی بگردم. وقتی میرن خونه دردش شروع میشه و انگین میرسوندش بیمارستان. بچه‌ای که به دنیا میاد، انگین میگه خب حالا اسمشو چی بذاریم؟ زن میگه اسمشو بذاریم زینب. انگین میگه این همه اسم چرا زینب؟ پلی میگه بچه رو من 9 ماه تو شکمم نگه داشتم، بعد اسمشو انتخاب نکنم، دست تو باشه که اسمشو میذاری انقاضی دور کلاش قرمزی. اون شبو که میخوابن صبح که بیدار میشن میبینن باز دوباره حافظه‌شون پاک شده و چند سال گذشته، دخترشون هم بزرگ شده. شب قبل خواب میگن بزنیم به سلامتی سرنوشت
که نمیشه اونو از سر نوشت. اون شب که نصف شبی جفتشون بیدار میشن میبینن برگشتن به زندگی قبلی و خبری از حلقه و ازدواج نیست. پلی میره پیش دوستش و جزئیات خوابش رو براش تعریف میکنه. دوتاشون قبل اینکه برن سر کار اسم همدیگه رو تو گوگل سرچ میکنن و میبینن یه همچین شخصیتی کاملا واقعیه. دوست پلین که آمار پسره رو در میاره میگه یارو میلیونره، کلی هم دختر دور و برشه، تو دوست دخترش هم نمیتونی بشی، چه برسی به زنش. 100 بار بهت گفتم شب قبل خواب شام سنگین نخور. بعد دیدن این خواب پسر میره پیش پدرش و باهاش آشتی میکنه. بعدم جفتشون میرن به همون آدرسی که توی خواب با هم دیگه زندگی میکردن و میبینن بله همچین آدرسی هست و یه مردی هم با همون مشخصات دقیقاً اونجا زندگی میکنه. شبش انگین با دوست دخترش پیش تراپیست قرار میذارن و اونجا اعلام میکنه که میخواد با دختره کات کنه. دم در که داره با دختره صحبت میکنه پلین اینا رو میبینه و پشیمون میشه از اینکه بخواد بره جلو و با انگین صحبت کنه. تا برمیگرده دوست دختر سابق انگینم میره. انگین از پشت پلین رو میشناسه، از دور صداش میزنه. دختری که برمیگرده بدو میره سمتش ولی یه ماشین بهش میزنه و تصادف میکنه. پلین جانم که زنگ میزنه 115 ماشین میاد اینو میبره و طبق همون خوابی که دیده بودن کل اون تایمی که این توی کما هست ازش پرستاری میکنه و بعد که به هوش میاد با هم دیگه ازدواج میکنن و رویاش به واقعیت میپیونده. حالا شما بیایید بگید ازدواج خوبه یا بده؟ توی کامنت حتما برام بنویسید. فیلم بدین صورت به پایان میرسه. لایک و سابسکرایب یادت نره.